صحبت می‌کردم. و ما 10 تن از کنشگران سیاسی زن تاجیک مقیم اروپا با امضای نامه‌ای سرگشاد خطاب به آزادی رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان و دفتردار ریاست جمهوری این کشور خواهان آزادی شاهده محمدجانووا شدند که میگویند به دلیل فعالیت فرزندش شیرزاد محمدجانوف در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و به همدستی با سازمان‌های ممنوعه متهم شده در تاجیکستان. مقام‌های دوشنبه این اتهام را رد می‌کند. اما شیرزاد محمدجانوف از بلاگرهای سرشناس تاجیک در آلمان است که در یوتیوب و اینستاگرام 10,000 تن پیگیر دارد. و یکی از موضوعهای عمده‌ای که در صحبت‌هایش طرح می‌کند در این بلاگ‌هایی که می‌گذارد در یوتیوب و اینستاگرام کشف حجاب یا مخالفت مقام‌های تاجیکستان با رعایت حجاب اسلامی است. حجابی که مادر او هم رعایت می‌کند. نامه‌ای را که در آستانه روز جهانی زن منتشر شده، کنشگران سیاسی زن، در واقع افراد خیلی معروفی که در غرب زندگی می‌کنند، امضا کردند که همگی بیرون از تاجیکستان، اونطور که گفتم، به سر میبرند و در رأس آنها موجوده صاحب نظروا، کنشگر سیاسی مقیم هلند. ساعتی پیش از خانم صاحب نظروا خواستم که محتوای نامه را برای ما توضیح دهد. وقتی که ما از شبکه‌های اجتماعی، از رسانه آگاهی پیدا کردیم که مادر این پسر یعنی شایده محمدجانووا رو برای اون که پسر بالغش، پسری که در آلمان یعنی که دور از مادر زندگی میکند و برای فعالیت‌های سیاسی این پسر مادر رو با جوابگری جنایتی کشیدن، ما دیگر خاموش بودن نتونستیم. ما میدونستیم که آزاده رحمان واکنش نشان نمیدهد، یعنی که پیش از آن که ما این نامه را نوشته کنیم به آزاده رحمان، قبلا هم نیلوفر رجب و دختر یک زندانی سیاسی نیز به آزاده رحمان و در مورد فشارها از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان شکایت کرده بود، اما از جانب آزاده رحمان صدای نشده بود. خب پس به چه دلیلی شما باز هم به آزادی رحمان دختر رئیس جمهوری تاجیکستان و همینطور رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نامه نوشتید در حالی که فکر می‌کردید که احتمالاً واکنشی نشون نمیده؟ ما این بار هم چون در عرفه روز جشن بانوان که بود، روز جشن بین المللی بانوان که بود و در تاجیکستان هم اصلا با زن فقط در یک روز، یعنی در همین روز زن به خاطر میبیارن و به اون حرج میگذارن، ما در همین روز خواستیم که شاید این هم یک توفه ایدانه از جانب آزاده رحمان شود و به قضیه همین زن یک واکنش نشان دهد. یعنی فکر کردید که به عنوان یک هدیه 8 مارس شاهد محمدجانووا رو آزاد بکن؟ آره فکر ما اصلا اندیشه ما به همین بود و ما نه همچون در این روز به همچون زنی سیاستمدار به روبر دستگاه یا دختر رئیس جمهور، بلکه به عنوانی یک زن مادر مراجعت کردیم، یک زن مادری که باید زن مادر دیگر رو درک کنه. ولی حالا اگه به کنه این موضوع برگردیم، به خود این مسئله که یک نفر رو، مادر رو، به خاطر فعالیت‌های سیاسی فرزندش روانی زندان میکنن یا بازداشت میکنن، آیا این پدیده در تاجیکستان رواج داره؟ شما خودتون که یک سیاستمدار هستید در خارج از کشور چه تجربیاتی دارید؟ بله، این پدیده در تاجیکستان چند سال است که رایج است. یعنی از اون وقتی که مخالفان سیاسی در اروپا قرار دارند، اصلا در تاجیکستان برخورد شیوه مقامات با خانواده مخالفین همینجوری است. یعنی که هر نفری که خارج از کشور صدا بلند میکند حتما میروند مادر اون، خواهر اون یا یگون نفر دیگر از زن اون از این خانواده اذیت میکنن، فشار میارن. میشه از زندگی خودتون نمونه بیارید لطفاً که ملموس باشه؟ خود منم که در اروپا قرار دارم و دخترم در تاجیکستان است، بارها، نه یک بار دو بار و خیلی هم زیاد سالو است که موردی چنین برخورد از جانب مقامات تاجیکستان قرار دارد. و اینک چند ماه پیش وقتی که پیش از قضیه بدخشان، یعنی که دختر من باز به اداره امنیت دعوت کرده بودن و از دختر من تقاضا کردن که شاید که مادر تو توسط افغانستان به بدخشان بیاید و هر وقتی که مادر تو آمد تو باید حتما به ما خبر دهی که ما باید هرچی زودتر آگاه شویم. پیش از ما هم نه فقط نیلوفر رجب و بلکه مادر گلبدین زیابکوف که در حادثه بدخشان کشته شده بود، مادر اون به عنوان رئیس جمهور
به عنوان پسر رئیس جمهور و به عنوان دختر رئیس جمهور مراجعت کرده بود. یعنی اونم دادخواهی کرده بود، یعنی که در تاجیکستان اصلا که به عدالت سعودی باور ندارن و فکر میکنن که امروز عدالت سعودی فقط در یعنی عدالتی که در دادگاه برقرار میشه. آره اون اصلا که نیست. اصلا همه تمام مردم مراجعت میکنن به خانواده رئیس جمهور به امیدی که شاید اونو این عدالت برای مردم برقرار کنن. اما متاسفانه